خوب درود هموطنای عزیزم، برادرای بی نهایت گرامی، اهل قدر. فکر کنم سیرکش روی کردم. اگر روی نکرده باشم بعد گپ زدن رویش میکنم. انشالله روی کرده بودم. امیدوارم که خوب صحت سلامت و سربلند باشه. البته کم ترکک در باره صبر صحبت کردنیم امروز. اگر کسی در خش میویه شاید کسی در خش نمیویه و هر حالی پرابلم های مشکلی فهمیشی است، اما ما باید فهمیش ما بگیم که نوار کنم اون درمه شاید فرزندهای آینده در این چیز لازم میشه و گفتگی امید ده صبر کنیم سوز میشه. بسیار کلمه زیبا و خوب. شکرانه کنید. امسال نشید سال دیگر میشه و سال دیگر نشید سال دیگر میشه. در همین مسئله ها یک سرود هم از دنیا گذران گفتگی سرود هست. دنیا گذران میگه کار دنیا گذران خوش پیر شوه نه میگه موشیشته و میگه کاروان زی پول میگذرد، امسال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان میگذرد. اما واقعا هم اگر نگاه کرده بیسته، من شخصا از خودم میگم، از شما نه. اگر ما این سال صبر کنم آیا سال دیگه با همین سالی ما برای ما داده میشه و خدا میگه که بیست صبر کردی و سال زندگی نکردی بیا مطرح ایسر 38 سالت کنم با زندگی که او ساله همین خیلی میگه نه. کدامید در دوره کودکیت برگشته میتونین؟ کدامید؟ کدام آدم مردگی برگشته میوید زنده میشود؟ یگان کدام انسانی که جوانی تونه در غریبی گم کردین، مسافرت در سترویکا در گم کردین، زدین خنکیا در وگانو در خواب کردین. خب فرض کردین بیاین بعد 10 سال سوز شید. امام علی خیلی رستم یکی عقلش در اومد بعد 10 سال 20 سال بعد با سوز شید. نمیدونم سوز کرد، زور کرد زندگی را، گب نیست کرد زندگی را. نیکی من امروز جوانیم بر این زندگی میکنم هم مسلده نه. یا تو امروز جوانیت بر این زندگی میکنی؟ نه. نخرین از در وقتی لازمی ایمان نبدگی چیز بعد از که ما در لازم نمیشه و او چیز میگه که اینا سوز شد، اینا خدا را شکر کرد. فرض کردیم بیا 10 سال بعد سویت داد، پس تایانی سویت داد، اوی گرم داد، پس تایان نه تا نخرین در کار است دیگر اوی گرم و سویت در حالت که اوچایت در خنکی ها مرد رفت، یعنی زندگی اوتا اوچات تلخ بود. تا چی در کار است و سویت؟ برای کی است؟ برای چی است و چیز؟ سوال. همین سوالو در من میخوام جواب بیاورم. بیا همون جوانی که تو در غریبی رفتی مردی کار شدی، زدی حیات تا گم کردی در غریبی، بعد 20 سال زندگیت زور شد، تو یا برگشته همون جوانی تا رانده میتونی؟ یعنی که گشته با هم جوانی گشتن، خریدن، پوشیدن، خوردن، همون دوره برای تو میای گشته؟ نه. هر یک چیز وقتی خیلی چه داره. ریش ما دیگه گشته سیاه نمیشه، تمام این سفید چی؟ سری ما دیگه سیاه نمیشه، این سفید چی؟ 10 سال پیش نه سفید بود نه دیگه چی. یکی در بعد 10 سال یه احوال شد، استرس، دولنی، نمی چیزو این نمی احوال شد. یکی
من 10 سال پیشم در برگشت نمیتونم. یا تو میتونی برگشته؟ نمیتونی. دوستم، هموطنم، هر یک چیز وقتی خیلی داره. این را فراموش نکن. هر یک چیز وقتی خیلی داره. امروزه جوانی تو وقتی خیلی داره، فردا تو جوان نمیشه. که بگردین یا تا گودک شین، دوره گودکتون در بر بگردین. میتونین یکون تا گشته؟ نمیتونین دیگه. یعنی شما را به همین فند، به همین فریب که طاقت که سوز میشوه، عمر ما طاقت نمیکنه، حیات ما طاقت نمیکنه. این چیزا باید هر یک تد درک کنین و بدونین و بفهمین که یعنی چیزی که تا امروز گمش کردی فردایی را به بر نمیگردونی. یعنی این چیز است، عمرت هست. یعنی یه عمرت هست. تا که امروز گم کردی دیگر فردا این را تو بر نمیگردونی. این روزا تا دیگر فردا برگردونده نمیتونی. یعنی تمام دیگر هم میخوادی. میفهمی میرم پرابلم اصلی در چی است. بله صبر که میگن سوز میشوه، طاقت که سوز میشوه، خدا را شکر بگو سوز میشوه میگه. یکی فردا سوز شیدن او قطعی دیگر ما سوز نیستم. فردا سوز شیدن زمان قطعی ما سوز نیستم دیگر. برای چی؟ برای که من سلامتی ما دست دادم، من زندگی ما از دست دادم، من تمام چی ما دست دادم دیگه. ما نخرینی سوزی در کار است. من چیکار میکنم وقتی این سوز میشه که ما وایرون شدگی. برای همون امروزت همون وقتی را داری که برای خودت آماده کنی، سوز کنی و بگیم که چیکار کنی. زندگی کنی. هیچ وقت با امید فردا زندگی نکن. برای که فردا تا دیگه داری سن سالت نیستی، تا داری بگیم جوانیت نیستی. اما اوتوی ما هم بابای ما هم احساس میشه و طاقت که صبر که گفت کجا شدن نیستن. بعضیش در جگه خوان برای او سوزی نوسوزی چی در کار است؟ حیاتش رانده نتونست، حیاتش در غصه گذراند. سوزی چی در کار است برای او؟ برای هم هر یک انسان برای خودش میسوزه. ولی بعضی ها میگن که ما میسوزیم که تو که آینده زندگی کنه. نه، من میسوزم که تو که من خودم زندگی کنم. میفهمی نمیرم؟ نه برای بگیم آینده، نه برای کسی دیگه. من میسوزم که تو که من زندگی کنم پکه هستم. هر یک انسان باید برای خودش بسوزه. بله البته دوم میسوزی، یک او میگذرونی، یک کار میکنی، یا میمونه ابدالابد برای دیگر انسان را. یکون چه ابدالابد نیست، میمونه 1000 ساله ها، 100 ساله ها، 500 ساله ها شاید بمونه. نیکی شرایطی که ما میکنم باید من خودم زندگی کنم. نه اینکه برای کسی دیگر ما آماده کنم و کسی دیگر بیا زندگی کنم ما در دنیا عذاب بکشم. این چیز اشتباه ترین چیزی است که ما کوشش میکنیم که ما تا که آینده نسلمون عذاب نکشه. بله نسل برای عذاب نکشه، برای نسل در مغز سرش ناموس بکن. برای او چیزی میگن که یک کلمه است که میگن که مویش نتی میگن موی قپی را یاد بته. میگن که نسلت بخوایی که نسلت زندگیش خوب باشه، تو برای او در مغز سرش غیرت بکر، ناموس بکر، ننگ بکر. آینده بگیم که او فرزند خودش خچه میکشه میره. اگر که در مغز سری او ننگ نکشتی، ناموس نکشتی، مشکلی ما امروزه غلطیدگی حالتمون مشکلی که نه اینکه پدرمون چه زندگی کرد خودشون داشتن نداشتن خوردن گشنه بدن او نیست، یا بابای ما او نیست. او مشکلی را که ما داریم در مغز سر ما
یعنی که مردان تخم مردانگی نکشیدن، تخم ناموس نکشیدن، تخم غیرت نکشیدن در مغز سر ما، که تو که امروز یک عقل سالم بگیم که یک غرور، یک ناموس در ما چی میشید؟ میسازید در مغز ما. یک بیناموسی، بیننگی امروز در مغز سر ما چیکار کردگی است؟ سازیدگی است. میفهمی نمیرم؟ برای همه دوستای عزیزم، برای خودت زندگی که حداقل برای خودت زندگی کن. این زندگی، این حق زندگی برای تو داده شدگی است که تو را باید بکنی. باید تو زندگی کنی. من هیچ وقت، من بسیار چی را فهمیدگی هستم، هیچ وقت برای آینده زندگی نمیکنم. آینده خوب شوه، ولی نه، من امروز ما زندگی میکنم برای که آینده خوب شوه. امروز سلامتی من است. میفهمی میرم؟ آینده خوب شوه، امروز سلامتی من است. یا که امروزه سین سال من است دیگر. برای همون بگیم که من برای آینده زندگی نمیکنم، برای که آینده من نیستم. دروغ است انسانی که برای آینده زندگی میکنه. کدومی دگاور داریم با خدا که چند قد زندگی میکنین؟ کدومی داره؟ کدومی подпись کردین، امضا کردین که قطع خدود کانترکت دارین که تو فلان وقت تا زندگی میکنی، بیش значит فلان وقت خوب میشه، اوزی ما برای اون وقت بسازم با اون وقت زور میشه زندگی میکنی. کدومی دارین کانترکت؟ یگان چیز ندارین. کدومی که میگه که من برای آیندهم کرده استودم تا که آینده نسل ما عذاب نکشه، ای دروغ است. اگر آینده نسل تا به غرور تربیت نکردی، به ناموس تربیت نکردی، آینده اون نسل عذاب میکشه. یک آدم داننده و میفهمیدگی را در دستش، برای که من را تجربه خودم میگم، در دستش باور کنین اگر $1000 بتین، داننده را در دستش $1000 بتین، داننده بعد یک سال $1000 شما را هم خانه میکنه، هم در میکنه، هم بگیم ماشین میگیره، هم زن میگیره، بگیم که همش میکنه. نه که یک در مغز سرش غرور نکشیدگی انسان، ناموس نمیفهمیدگی انسان زندگی را در دستش $1,000,000 بته، بعد یک سال بیو باور که گداه، بعد یک سال بیو گداه ریال نه، یگان جای چی نداره. میدونیم برای چی؟ برای که وقتی که ما فرزندامون غرور، ناموس، ننگ دادن نتونستیم که پول دادن بیفایده است، برای او چیز گذاشتن موندن بیفایده است. من تجربه را کردم، چقدر کمکش کردم، ای را بک، او را بک، مغازین شب بک، شبته ای شب بک، او شب بک، همش گرفتن، ماشینش بخربته همه را گرفتن، نول کردن. بخدا خواستن. برای چی؟ برای که او انسان تفکر نداره. ما برای او را ساخته دادنم آینده را چی فایده داره؟ چی فایده داره؟ ما حاضر ساخته دادمش چی کار کردن نتونست. چی کار کنم او را؟ ما برای همون این کلمه دروغ است که ما برای نسل آینده زندگی میکنیم تا که میسازیم که آینده ما، فرزندهای ما عذاب نکشن. اگر فرزند تا امروز تو به غرور یک کار که غرور تربیت که، ننگ تربیت که، ناموس تربیت که، کلون شوه خودش راهش میوه. او گشنه نمیمونه، او تشنه نمیمونه، او بی وطن هم نمیمونه. نیکی اگر دنیا را نیم شبه بر در فرزندت بمون، بگیم نگفته مرا میخره میرینه میپرتوه، بس فردا او گشنه میمونه. برای فرزند فقط گذاشتن آینده این ناموس است، این ننگ است، این عقل است. بیغرض از دیگر میراثی که میگن میراث از پدر چی داری؟ من میراث از پدر ناموس دارم، من میراث از پدر ننگ دارم، من میراث از پدر عقل دارم. مال ندارم، چیز ندارم. پدر ما مرا عقل یاد داد، پدر ما مرا ناموس یاد داد، پدر ما مرا غرور یاد داد،
падари ман мара накале нишиштана ёд надод. фаҳмидӣ? Падари ман мара тасмимшавиро ёд надод. Инаи аст мероси падари ман барои ман. мефаҳмед? Инаи мероси падари ман аст барои ман. На ин ки падари ман барои мара бетарбия монда, худаш давида оқибат барои мара як гала пула кор кард, монду, худаш мурд рафт. агар ин кора мекард, мара тарбия намекард, мара номус ёд намедод, мара ғурур ёд намедод, мара мардакӣ, кӯчаи мардакиро нишон намедод, ма чанд қад пул мешид, як ҳафта баъд мехӯрдумш, ҷазираш мекардам. баъди 2 сол 3 сол баъд бо ҳамин аҳвол мешидам, бо азида бад мешидам. барои ҳамун беҳтарин мерос аз падар ба фарзанд ин номус аст, ақл аст, ғурур аст, ки мегзорам уро. На пул, на чиз, на дигар чиз дигар. ҳеҷ вақт ба дорандагӣ падарат фахр накард, ё ки намедонам ба чизи падарат фахр накард. аз оне ки фахр ки падари тада ақл монд рафт, падари тара раҳа нишон дод, зиндагиро, ғурура, ва багем ки тара ёд дод ки ту набояд тасмим шавӣ, ту набояд накалени бишинӣ. инаи чиз беҳтарин мероси падар ба фарзанд аст. барои ҳамин дӯстои азизам, худотонро фаҳм накунед ки ман имрӯз мекунем ки то ки ояндаи фарзандҳои мо азоб накашанд, бояд зиндагӣ дошта бошанд. ин калимот дурӯғ аст. ин калима дурӯғ аст. ман барои фарзандам ғурур мемонам, нанг мемонам, номус мемонам, дигар ягон чиз намемонам. агар ҳамин чиза дошта боша, ғуруру нангу номуса дошта боша, фарзанди ман ҳеҷ вақт дар кӯча намемонад. яъне ки ӯ багем ки дастаточно метавона худаш худша обеспечиват куна, зиндагӣ куна. барои ҳамон ҳамватанои азизам, кадомит ки мегӯем ки ман барои оянда зиндагӣ мекунам ки то ки оянда хуб шава, ман барот мегӯям ки ту дурӯғ мегӯй. ту худат худта фаҳм кардести. бовар ка ҳамватанам, ту худат худта фаҳм кардести. ман барои оянда дигар зиндагӣ намекунам, ман барои имрӯз зиндагӣ мекунам. то ки бигем ки ман барои худам зиндагӣ мекунам. ман бояд имрӯз зиндагӣ кунам. ман бояд имрӯз ҷавонима зиндагӣ кунам. ман бояд имрӯз ҷавонима дар ғуломӣ нагзаронам. имрӯз ҷавонима дар кор нагзаронам. имрӯз ҷавонима дар дуруни стройкаи русия нагзаронам. хоб, ҳаматон мегӯем фардо хуб мешава, фардо хуб мешава, зиндагӣ кор кунем, сара хам кунем, кор кунем, зиндагӣ хуб мешава. майли 10 сол кор кардӣ, рафтӣ, ту 20 сола ҷавон будӣ, рафтӣ ки 30 сола шидӣ уже. модарат 50 сола буд, рафтӣ ки 60 сола шид. бовар кунед, баъзан ҳолат медонӣ ман чиро фикр мекунам. ман модарҷон ма гуфтам ки биё модарҷон ҳаҷро ид кунам. ана эътиқод дорӣ, эмон дорӣ, як бор бира зиёрат ка биё. модарам гуфт ки бача ман қувва намекунам рафтанда, барое ки саломатим соз нест. агар ман ин калимаро 10 сол пеш мегуфтам, модарам мерафт. агар ин калимаро ман 5 сол пеш мегуфтам, модарам мерафт. ва имрӯз наметавона рафта дигар. бибин, 10 сол пеш ман надоштам иро роӣ кунам, 5 сол пеш надоштам роӣ кунам. имрӯз дорам, мехоҳам роӣ кунам. имрӯз модарам наметавонам. яъне вақта диден чӣ хел аст? яъне гузаштани вақт возможности тра аз ту мегирад. ту возможността гум мекунӣ. бароям ҳар як чиз вақти худша дорад. ҳар як чиз вақти худша дорад.
در وقت خودش باید زندگی کرد. با امید فردا زندگی نکرد که فردا خوب میشود. منم دویمو میگفتم روزی میشود که خدا خواه ساز میشود، کار میکنم، روزی میشود ساز میشود و چه ما هجرایی میکنم میگفتم. همون وقت کوشش نمیکردم و میگفتم یک روز میشود و همون وقت این مفکوره را نداشتم، این فهمیشه نداشتم. من میگفتم ولی میشود خدا خواه. من نفهمیدم که روزی میشود که اوچه من نمیتونه دیگه رفته، اوچه من سلامتیش پزولیت نمیکنن، دولینی میشود، کسل میشود، دیلش کسل میشود، دولینش کسل میشود. من ایران نمیدونستم که اوچه ما دیگر فردا دورو درمون قطع میگرده، دیگر نمیتونه او سلامتیش گم میکنه. من همون وقتا با همه اینمی روزا زندگی میکردم که اینمی روزا میشود که ما اوچه ما هجرایی میکنم، اینمی روزا میشود که ما اوچه ما فلان جرایی میکنم، اینمی روزا میشود که ما ای کارو نمیکنم اوچه ما. یکی این روز اومد دیگر یافتگی ما در دورو درمانش میشود، فقط دورو میشود، دکتر میشود، دورو میشود، دیگه سلامتیش نمیشود. فهمیدی؟ برای همون من این چیزا را بگیم که مغزش رفتم رسیدم که واقعا خطاگیایی که ما کردیم با امید فردا و با امید نسل ها زندگی میکنیم و با امید آینده ما خوب میشود، خوزی ما شکرانه کنیم، کار کنیم، امام علی ساز میکنه، فلان کار میکنه، این دروغ است. این نمیرسته، تلخ است، شیرین است، بد است، خوب است. باید زندگی کنی، مردانوار زندگی کنی در وطنت. نمانی امام علی. این 30 سال امام علی در بالای سرت است و یک جوانی که تولد شده بود یا یک جوانی که 18 ساله 17 ساله بود یا 15 ساله بود یا 10 ساله بود، روزی 10 ساله بود اگه جوان بگیم من بار این جوان 40 در اومدگی است امام علی پرزیدنت شدگی زمانه بگی. بیا این روز 20 ساله بود اگه جوان بگیریم همون سال روزی 50 در اومدگی است. او دیگه گشته 20 ساله میشوه. دیگه تاجیکستان خوب شوه او 20 ساله میشوه، دیگر نمیشوه. یک آدم های 30 ساله 40 ساله بود اگه انسانو 60 80 در 70 در رفت نرسیدن و همو بدی در زندگی کردن، ایواز نکردن تقدیرشون، فقط با امیدی که فردا خوب میشوه، فردا ساز میشوه، خدا خواه ساز میشه. شید ساز شید نشید. اگر شوه او گشته 30 ساله و 40 ساله میشوه و 70 80 او در نخرین دیگه خوب شیدنش که او جوانیش برباد کرد. فهمیدی؟ برای همه امروز تو возможность داری زندگی که امروز تو تغییر بده حیات تا، با امید فردا نشه، فردا برای تو دیر میشه. امروز سیاست دولت تغییر بده، جداد نکه فردا را که فردا امام علی انصاف میکنه، ایمان میکنه، ناموس میکنه، یا رستم بیای ساز میشه و بعد او سامان بیای ساز میشه. و نه، بعد او رستم بیای شاید ساز شوه، بعد او سامان بیای شاید واپشه زور شوه، بعد او دیگه کس بیای واپشه باید زور شوه. نیکی تو دیگه اینه возможности حیات امروزت نداری. او روز این طرزی که باید تو زندگی کنی، این زندگی را دیگر تو نداری هموطنم. یعنی بای دادگی، این عمر نداری. عمر هیچی را جداد نمیکنه، عمر رفتن میگیره، حیات رفتن میگیره، سلامتی گم شدن میگیره. هیچ کس نه عمرش جداد کردگی است نه سلامتیش. فقط باید تو بدنش ده زندگی کن، او را جداد نکه فردا خوب میشه. اشیبکای تو سری نمو جداد کردن انتظار شدن است، فردا زور میشه و بس فردا زور میشه و طاقت کنیم ساز میشه و اینمی چیز است. برای که هیچ وقت ساز نمیشه. این را یادت نبرو. در وقتش کردی زندگی تا کردی، بعدی دیر شد
دیگه الله اکبر امید تب کن. ایو زندگی امید تب کن. فهمیدی هموطنم؟ امیدوارم که درک میکنین و میفهمین و بدن جوانیتونه برونین. داشتن قوتتونه مردک باری زندگی کنین. نخرین از این زندگی که در جوانیت چقری بکنی و کوچه بروی و چی در کار است؟ میفهمی نمیره. برای اما امروز فرصت دارین زندگی کنین. امروز فرصت دارین تغییر بتین سیاست. تغییر بتین زندگی کنین. اگر که شما تغییر ندادین زندگی نکردین پس بلاک برامتن. یا سلامت باش گفته گپ پاس کو طرفش دیگه فایده نداره. برای که سلامتی نداری. نمی خیلی گپ هموطنم. امیدوارم که میفهمی گفتگی امید دستم و درک میکنی گفتگی امید دستم. همون انسانایی که فرزنداتون میبرین در مردی کاری میدوزین، میبرین کوچه روی چقری کنین، استرایکه دا میدوزین، جوانی او را به دست خودتون میبرین، خراب میکنین. خاطری که شما همون را فهم میکنین که فردا خوب میشود طاقت که گفته، اما فردا او را جوانیش میره و رنگ خودت بری. دیگه فایده نداره خوب شیدنش خوب نشیدنش. جوانیش در غلامی گذشت، جوانیش در غریبی گذشت. این عمر برای انسان دیگه دیم باره داده نمیشه. یه بار آمدگی باید زندگی کنی، نه او را در غلامی و در غریبی و در مسافری و درد غم رنج ده بگذرونی. یک عمر داری، یک بار هستی، دیم باره نمیشه. این را دستای نباید زندگی کنی، نه غلامانه نه مردی کارانه. دستای نباید زندگی کنی. زنده باشم وطنم. رویش که با جوانو را گوش کنن یه بار بشینن درک کنن که عمر یه بار است، دوباره بات داده نمیشه. امروزه سلامتیت فردا بات داده نمیشه. امروزه جوانیت فردا پیرشیدی بات برگردونده داده نمیشه. دین گذشتگی کودکیت امروز برای تو داده نمیشه، برای که دین و کودکی بود او وقتش بود. انا مثل انا کودکی امروزه جوانیت است، فردا پیرید میشه بعد او الله اکبر او رفتن میشه. فهمیدی؟ برای همون غلام او رفت تری نشه. زنده باش وطنم. رویش که با جوانو را دستای نه زندگی کنین. در پیش پدر و مادرتون، بعضی ها پدر مادر میگذارن مثل ما واری در غریبی اکا و دادر میگذارن. دیگه بر بگردی برای نه اکتا میوی نه دادرتا میوی نه اوچتا میوی نه اوتتا میوی گذشته رفته گوشه کدا میشه میوی یگان تاشه. با امیدی چی؟ با امیدی فردا خوب میشه و شکرونه که کار که خدا خواه اوینده این سوز شیدسته سوز میشه و بله سوز شیدسته، اما تو غلامی و با یگان دخالت نداره. سوزی نوسوزی و تو جوانی تو در غلامی گفتی اما اوگان تیرش میکنی میره پیر میجایی در اونجا تمام میبری میره. این سوزی نوسوزی وطن آبادی وطن در توز چی دخالت داره؟ چی غلامی دیگه غریبی ما یا غریبم چی دخل داره سوزی نوسوزی وطنی تو؟ با تو چی علاقه داره؟ تو در سوزی زندگی نکنی، تو در دم زندگی نکنی، تو در کوچه قدم نمونی نگردی. این چی دخالت داره برای تو؟ هیچی دخالت نداره. یعنی او دیگر عالم است، دیگر عالم است. او حیات دیگر حیات است، در دیگر حیات زندگی داری. تو در غلامی زندگی داری و حیات برای دیگر کس است، برای تو نیست.
و فخر کردن چیزی که به تو دخالت نداره این احمقی است. دومو را ببین، کوچه را ببین، اسفالت را ببین، ماشینو را ببین، کوچه دا سمالیات پیشوا را ببین. گفتگی بات یگانتش رب نداره. تو غلامی، تو ربی. تو چی فخر میکنی با او کوچه و با او دام بلند، با سمالیات پیشوا و با ماشینای جیپ لانکروزرویی که در پایتخت میگشتگی در تاجیکستان میگشتی؟ با تو چی رب داره؟ سوار میشه او را؟ زندگی میکنی در اوجا؟ سمالیات سوار میشه؟ با تو چی رب داره؟ او انسانو زمانی خیلی چونه رونده ایستادن. او میبرن میروند تمام. او باید با تو میمونه، اینا با تو میمونه، هیچی نمیمونه با تو. او زمانی خیلی چیز با زمانی دیگریش است، با یگان الکش دیگه است، فرزندش میگیره میفروشه، ما را میزنه، باز فرد و رنگ تو بمب میشه، میره مردی کاری میکنه. چیزی که هست نیست با اون فخر، چیزی که با تو رب نداره. بعد برای تو یک پاسپورت رب داره، یک پاسپورت تاجیکی، تمام. دیگه نه کوچه، نه دم، نه گلگلزور، نه سمالیات، نه ماشینای قیمت بها با تو رب نداره. تو دیگر عالم در زندگی داره و در دیگر عالم زندگی داره. تو در عالم غلامی با امیدی که ساز میشه و فردا، اما او حاضر باشه زندگیشون کرده استودن، کیفشون کرده استودن، سمالیاتشون خریده استودن، خانه خریده، ماشین اودیخشون کرده استودن. ترا وعده دادیستن که فردا ساز میشه و تو غلامی کردن بگی دلشی تو غلامی که بچم فردا ساز میشه. چرا او فردا رجدت نکرده استودن که بعد 20 سال ساز میشه؟ بعد ساز شدن مردم بعد ما نبرم کارتژای ماشین بخره؟ چی به ایران نمیگه؟ چی به مومایل نگفت که بیس که همین ساز شوه حیات ملت بعد ما سمالیات بخرم؟ خریده استوده است. значит او وقتی چرونده استوده است. فقط ترا درو گفته استوده است که مهنت که غلامی که بچم شکرانه که ساز میشه آینده ساز میشه غلامی که آینده برمیگردی که سلامتی درفتگی، زندگی درفتگی، حیات درفتگی، ریش سفید، موز سفید. گفتی همون بو پیز دست کده میره وطن. اگر بازم همون نصیبت کنه همونجا مرده موندی گرود میکنه. با اگر غریبی دم مردی اگر با پول نیوانت که ترا برند بعد دم غریبی گرود میکنن. کیم که جو دیگه همون خطی دیگر نه او بیشت روی زمین دیگه تو میبینی. هزارها جوانای مون هم با همون امیدی که آینده خوب میشه و در مسکو خاک شدن، در غریبی ها خاک شدن رفتن، حیات دوران دیگه بیشت روی زمین ندیدن. همون برآمدگیشون آخران بار با امیدی که فردا سوز میشه و دیگه همونجا خاک شدن رفتن. همین رویش جوانای بار گوش کنن، یه بار درک کنن که یعنی عالم ما دیگر عالم است، عالم او دیگر عالم است. او واقعا هم از فرصت استفاده برده زندگی کرده ایستادن و ما را غلام کرده فن کرده ایستادن که فردا خوب میشه و ما زده استیم کار غلامی کرده استیم که آینده خوب میشه. خانه آباد باشه هموطنم. برای فرزند فقط عقل، غرور، ناموس بتین، میراث خواهی که اگر آینده فرزندت خوب باشه، نه اینکه پول چیز.